اگر واقعا دولت ما آزادی های دینی را تامین بکند، زنها را مسجد رویش منع نکند، هر کسی میخواهد لباس حجاب اسلامی بپوشد منع نکند. امروز ببینید در اقام دانشگاه، مدارس میانه، ما میگوییم دبیرستان و دبستان و اینها، دختر خانمای حجابدار اجازه نمیدن، حتی حجابدار نه، یعنی سرش پوشیدن باشد لباس ملی تاجیکی را اجازه نمیدن. بچه ها رو تا 18 سال مسجد رفتن ممنوع کردن. تعلیم قرآن در ما دیگه جنایت شد، برای این 5 سال زندان میکنن. بجز پدر کسی دیگر اگر به طفل، به بچه قرآن آموزاند این جنایت است. اگر زیر 18 سال، بله زیر 18 سال. اما اگر انگلیسی آموزاند هیچ ضرری ندارد، یا درس الهوگی علوم بگیرد جنایت نیست، اما تعلیم قرآن جنایت است. 5 سال زندان است. خیلی محدودیت است. همچنین تمام